سلام بینندگان من میخوام یک فیلم دیگه بذارم. دو تا مورد عشق نمیخوام در موردشون صحبت کنم، میخوام از این دستی شده فیلم بگیرم. در بعد پیشگیری‌ها از وقوع آسیب‌های اجتماعی که امروز مردم از آسیب‌های اجتماعی بسیار نگرانند، اینا میتونست وضعیت رو متفاوت کنه اگر درست عمل بشد. اون نگاهی که شعارهای مردم بود مثل آزادی‌های اجتماعی بسیار مهمیه که اصل بسیار مهمی است که در قانون اساسی تأکید شده باید دولت‌ها دنبال تحقق این قضیه باشن. ما ابتدای ورود به دستگاه قضایی من مواجه شدم با اینکه باید یک لایحه‌ای به عنوان صیانت از حقوق بانوان رو تنظیم کنید. من چند ماهه این کار کردم، الان 400 روز دولت مونده برای اقدام، یعنی معطلی داشت که البته این اخیر من شنیدم اقدامات شده برای رفتن به مجلس. من نکته‌ای که میخوام بگم این که محوری ترین نکته‌ای که اگر بخوام همه رو به اون متصل کنم عدالته. عدالت در کشور آسیب دیده. اونی که مردم خواستن اجرای بینندگان اینم از فیلم پرنده ها. خدا حافظ.